الحمد لله الذي كتب صيام رمضان على عباده المؤمنين بقوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه وخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الصيام جنة ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى الأبد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز اسلامی، روز شریف جمعه را که در ماه شریف رمضان آمد و این جمعه دوم است در این ماه و آخرین روز دهه رحمت است، از برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار اطاعت و عبادات را از ما قبول و مقبول گرداند. روزه ماه شریف رمضان و قرآن عظیم الشأن را که به شبهای رمضان در نمازهای تراویح ختم کرده می شود، فردا روز قیامت شفیع و مشفع ما قرار دهد. آمین. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از او که صحبت شروع کنیم، از برادرایی که ماشین دارن خواهش میکنیم که برادرها همون ماشینا را بگیره، پیش باز کنه صحنه، زیرا الحمدلله نمازخوان‌ها زیاد هستند. در روز جمعه نمازخوان زیاد می آید و هفته گذشته خادمان مسجد شکایت کردند که ما دیگر جایی نیفتیم که مردم جای کنه، جای نمی رسد. بسیار خواهش میکنم. ما حتی تاکید کرده بودیم به بچه‌ها در روز جمعه که برادرایی که همسایه های ما هستند، اهل این محله هستند، در 112 میکروریون یک استیانکه دارن، جای ایستگاه ماشینا. در همین روز جمعه تبرعاً تاکید کرده بودن که هر کسی که ماشین شب بگذاره پول طلب نمیکنه، به پول و به مزد. همونجا اگر بمونه همین مسافه 200 متر است، پای پیاده بیایه انشالله نور علی نور میشود. بسیار خواهش میکنیم همین پیش مسجد با ماشین پر نکنید که بعد برای نمازخانه جای نمیرسد. الحمدلله شما که خیلی مجاهد هستید، بر وقت اومده جاهای خودتون نگرفته، اما بعضی برادرای هستن که بعضیش به سبب کاهلی و تنبلی، بعضی دیگرش که اکثریت تشکیل میکنن به سبب بند بدن در کار نمیتونن که سری وقت بیاین جایهای سایه را اشغال کنن، در همون بیرون نماز میخونن، حتی در بیرون هم میگه برای بعضی ها دیگه جا نمیرسد. از بس شماره ماشین ها زیاد شده است، ماشین ها همین صحن مسجد محکم میکنن. از همین خاطر بسیار خواهش میکنم کسی که ماشینش در صحن گذاشته است ماشین از صحن برداره. خب اکنون شروع میکنیم به صحبت خویش درباره فضیلت ماه شریف رمضان، حکم این ماه، فضیلت ختم قرآن عظیم شان. انشاءالله صحبت خود را ادامه خواهیم داد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود در وصف، در صفت ماه شریف رمضان، در حدیثی که با نام حدیث شعبانی معروف است و آن را سلمان فارسی از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده است، حضرت فرمود و هو شهر المواسات و شهر یزاد فیه رزق المؤمن. یعنی ماه شریف رمضان ماه غمخواری است، ماه مهربانی است، ماه لطف و عطوفت است، ماه دستگیری مسلمان ها برادران مسلمانشان را است.
و این ماه است که در این ماه خدای تعالی رزق و روزی بندگان مؤمن را زاید میگرداند، زیرا که مردم صالح در این ماه زکات مالهاشون را میپردازند، زیرا که عشق زمینها را میدهند، زیرا که فطر روزه ها را تقدیم میکنند به کم بغلا. از همین خاطر در این ماه رزق روزی بندگان مسلمان فراخ و وسیع میگردد. این ماه ماه مواسات است. امام مسلم روایت میکنند از حضرت ابو هریره رضی الله عنه راوی آمد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس الله عنه کربتا من کرب یوم القیامه. هر کسی که به یک بنده مسلمان در همین ماه شریف رمضان یا در غیر آن یک رهایی عطا میکند، او را از مشقت خلاص میکند، خواه او مشقت روحانی باشد، خواه مشقت مالی باشد، خدای تعالی فردا روز قیامت یک دشواری و یک مشکلی روز قیامت برای همین بنده در بدل آسان میگردونه. و من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخره. هر کسی که یک مسلمان را کمک میکند زندگیش آسانتر شود از نظر مالیه، یعنی که به یک برادر مسلمان چیزی هدیه میکند، چیزی عطا میکند، در عوض خدای تعالی این بنده را در دنیا و در آخرت موثر میگرداند، ثروتمند میگرداند، هم ثروت دنیاش زاید میگرداند، هم در آخرت انشاءالله براش عطاهای میکند که هیچ چشمی ندیده است، هیچ گوشی نشنیده است و در گوشه خاطر کسی حتی خطور نکرده است. و من ستر مسلما ستره الله تعالی فی الدنیا والآخره. هر کسی که عیب و گناه یک مسلمان را میپوشاند خدای تعالی در دنیا و آخرت او را ستر میکنه، گناهاش را میپوشاند، همون کمبودی و نقصانهاش در پیش مردم آشکار نمیسازد. پس این ماه که ماه مواسات است باید همه عملها به مراتب بیشتر و زایدتر انجام داده شود. در دوام حدیث حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه. هر کس برای علم حاصل کردن یک راهی را پیش میگیرد و خواه سفر میکند، خواه چندین مسافه را طی میکند، در عوض خداوند متعال راه جنت براش آسان و میسر میگردونه. مثلا در روز جمعه بر وقت آمدن و نشستن به امر معروف گوش دادن و یک علم حاصل کردن، اصلا این طلب علم است. هر کسی همین عمل میکند در مد اول همون برادرایی که در خانقاه جا میگیرن، از همون ششتنشون معلوم است که این برادرها از همه پیشتر آمدگیان. این کسایی که بر وقتتر میآیند به خاطر کسب علم، خدای تعالی برای اینا راه جنت آسان میگردونه، راه جنت میسر میگردونه. شبها الحمدلله در مسجد ما ختم قرآن میشود. یک شب برادر به ما مراجعت کردن، گفتن ما از جای میاییم که مسجد است، الحمدلله ختم قرآن است، امر معروف است، از همه خاطر ملا امامون طعنه موزد که نماز شما قبول نمی شود، زیرا شما از پیش مسجد گذشته و به دیگر مسجد می روید. همین چی است؟ آیا نماز ما قبول نمی شود؟ و در جواب گفتم که هر کجا که شخص علم بیشتر حاصل میکند، هر کجا که فایده و منفعت بیشتر دارد، مرد مسلمان باید کوشش کند که به همون جا رود. بعضی واعظایی هست که صحبت شروع میکنه نمیفهمی که چی بد کرده است، بعد در آخرش میگه و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. بعضی برادران میگه که همین صحبتی نیم ساعته و یک ساعتش همین قدر فهمیدیم، و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. زمرد و گیاه سبز اگرچه یک رنگند، ولی از این بنگیندان برند از اون بجوال. رنگ زمرد هم سبز است، رنگ علف هم سبز است. زمرد در نگیندان چله میگذارند زینتش میتن یا در گوشوار، اما علف در خلطه میکشن ببرند. اگرچه دال چه زال است در کتابت، لیک به 696 کم است دال از زال. همه دال و زال در نوشتن فقط به یک نقطه فرق میکنن. زال یک نقطه در بلوش داره، اما در حساب ابجد بزنینش زال 700 است، دال 4.
696 تا فرق میکنه. موعظه از موعظه فرق داره. هر جایی که صحبت مفید باشه، هر جایی که علم بیشتر حاصل شود، شخص مسلمان باید به همونجا سعی تلاش کنه و بروه. برای کی مکروه است که مسجد ترک کنه و دیگر مسجد بروه؟ برای شخصی که متصدی مسجد هستند، امام مسجد است، مؤذن مسجد است، شخصی که جماعت تکیه به همون شخص میکنه، برای آن یا ترک کردن مسجدشون و دیگر مسجد رفتن مکروه است. برای دیگرها هر جایی که فایده و منفعت بیشتر حاصل شود باید همونجا میل داشته باشند. بعدم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود در همین حدیثی که امام مسلم روایت کرده است: و اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه و حفتهم الملائکه و ذکرهم الله تعالی فی من عنده. هر گروهی که در خانه از خانه های خدا، یعنی در مسجد از مساجد جمع میآیند و قرآن تلاوت میکنند و قرآن درس میگویند، بعضی ها میخوانند دیگرها میشنوند، یعنی ختم قرآن واقع میشود، خداوند متعال بالای این قوم سکینه نازل میکنه، قلبش آرام میشود، راحت میکنن. ببینید تا ساعت 11 ختم قرآن گوش میکنن، با جای آن که مانده شوند یک سکینه خدای تعالی در قلبشو عطا میکنه که بال و پر کشاده و شادان و خوشنود به خونه هاشو برده میروند، یک لذت روحانی حاصل میکنن، زیرا خداوند سکینه در قلبشو انداخت، بالاشو سکینه نازل کرد و پرده های رحمت قطعی پوشاندن شد و ملائکه ها اطرافشون احاطه کردن. شما میدونید که جای ختم قرآن برای و قرائت قرآن شود ملائکه ها جمع میشوند. حضرت اسید ابن حضیر صحابی پیغمبر روایت میکند که یک شب قرآن میخوندم در نماز، دیدم یک ابر پیدا شد در گرمی تابستان که شاید در گرمی تابستان اصلا ابر نیاید در صحرای حجاز، یک ابر پیدا شد، ابر بسیار جفت زیچ، ابر سفید بالا ما پوشان. وقتی که میگن از نماز سلام دادم سرم برداشتم ابر نیست، حیران شدم که این ابر کجا رفته باشه در این آسمانی که شد. وقتی از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردم، گفت یا اسید او صف شماره ملائکه ها بود، از بس که بسیار زیچ بودن به خاطر گوش دادن قرآن تو آمده بودن، در چشم تو و در نظر تو مثل ابر تافتند. این است فضیلت قرآن، این است مهربانی پروردگار. و حفتهم الملائکه، جایی که ختم قرآن می شود اطراف او قوم رو ملائکه ها احاطه میکنند. و ذکرهم الله تعالی فی من عنده، و از همه بالاتر و بالاتر، از همه بهتر و خوبتر خداوند متعال در نزد ملائکه مقرب خویش با این بنده ها افتخار میکنه که بنده های مرا ببینه قرآن مرا ختم میکنن، اگر چنده که روز تا شام روزدار بدن مانده شدگیان، اگر چنده که شب خیلی دیر شده است، در فصل تابستان شبها کوتاه هستند، اگر چنده که باز صبح لازم است که از خواب برخیزن و نماز بامدادشون بخونن، اگر چنده که قبل از دمیدن صبح صادق به خاطر خوردن استری خرک سحور که سنت پیشواشان محمد صلی الله علیه و سلم از خواب میخیزن، اما ببینه که با یک محبت، با یک میل، با یک رغبت کلام ما را گوش میکنن و در نماز ختم قرآن میگذرانن. این است مرتبه و منزلت ختم قرآن. یک خبر بسیار ناگوار به گوشم رسید در محله نواباد. محله نواباد برای کسایی که نمیدونن، از همین بعد قربالا که شروع میشود، همین پشت هیکل سینا او طرف تا جایی که مسجدی نبا میخواهم بنیانگذاری کنن، مسجدی که از قطر باید بیاین و سازنش، تا همونجا را ادامه میکنه. همه همون محله به نام نواباد یاد میشود. الحمدلله بسیار مردمی محیب هستند، چندین مسجدها دارند. خبر ناخوش به ما رسید که در یکی از مسجدها قاری را نگذاشتن که ختم قرآن کنند. قاری را قوم مسجد نگذاشتن که ختم قرآن کنند. بعضی جواناشو به مسجد ما میآیند، بعضی هاشو شاید به دیگر مسجدها بروند، بعضی ها در خانه ختم قرآن تشکیل کردن، اما در مسجد سوره الم تر کیف تا ناس میخونن. من به مردم نواباد مراجعت میکنم، محله نواباد که میدونم که
خیلی قسم زیاد در مسجد ما روزی جمعه نماز میخونن، از خدا نمیترسه. اما کسایی که مانع ختم قرآن شده، فردا روز قیامت اگر این قرآن بزرگ در حضور پروردگار حق طلب کنه، همچه خصم برزی تو بشینه چیکار میکنه؟ روتان سیاه نامتان گم میشه. وای به حال تو، وای به حال تو که قرآن صفت پروردگار در پیش پروردگار شکایت کرد که یا الله بزرگ، مردم همه محله مرا نگذاشتن که در مسجد تو ختم گذرانده شود. از خدا شرم نمیدارید؟ ما با کی تقلید میکنیم؟ این مردم ما دعوا نمیکنیم که امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم؟ آقا برای کسایی که نمیدونن من باز دوباره دیگه تکرار میکنم، پیشوای ما محمد صلی الله علیه و سلم اگر چند شبانه روزی همیشه به تلاوت قرآن مشغول بود، در ماه شریف رمضان خاصتا یک بار قرآن در نزد حضرت جبریل میگذرون. در آخرین رمضان حیاتش 2 بار گذرون قرآن در مسجد هنگام اعتکاف شدن. سبحان الله. ما مگر دعوا نمیکنیم که ما پیروی امام اعظم ابو حنیفه هستیم، مقلد مذهب او هستیم؟ برای کسایی که تا هنوز نمیدونن، برای همون جاهلا، من از منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اظهار میکنم حضرت امام اعظم ابو حنیفه چنان که در مناقبش ذکر گشته است، در ماه شریف رمضان 61 ختم قرآن میکرد. از خدا شرم نمیداره؟ یک ختم روز میکرد، یک ختم شب میکرد، یک ختم دیگر را در طول یک ماه همراه قوم هر روز 2 ختمی میکرد. بر ضمن در ختم قرآنی که در مسجد واقع میشد اشتراک میکرد. جمع الجمع در یک ماه 61 ختم میکرد. این مرگی پیروایی که غیرت یک ختم قرآن نداشته باشند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که ره که تو میروی به ترکستان است. میترسم که به این عزمی به ثبات تو، به این به غیرتی تو هیچ وقت به کعبه نمیرسی، زیرا راه غلط اختیار کرده ای. تو رای کعبه قدی نرفتستی، رای ترکستان قدی رفتستی. دهه رحمت از رحمت خدا خودتون محروم کرده. در دهه رحمت از قرآن که بزرگترین رحمت پروردگار برای امت از خدا محروم کرده. البته من میدونم که بعضی حاضر جوابا و بعضی جکاک ها هستند که ادعا میکنن که در کتاب ها نوشته شده است که اگر از علم ترکیف تا ناس بخونن نماز درست است و جایز است. در فتاوا اومده است، در فتاوا برادران بسیار گپا اومده است. حتی بزرگان میگن الفتاوا صحابا، این فتواها صحو و خطاش به نهایت زیاد است. در فتاوا نگفته است که اگر شما قاری قرآن داشته باشه قاری را منع کنه و از علم ترکیف تا ناس بخونه. در کدام فتاوا گفته شده است؟ در عصرهای پیش قاری قرآن کم بود، نادر بود و در فتاوا برای آن که مردم در مخمسه نافتن، در مشکلی و مشقت نافتن، همون راهی آسانه که نشان دادن که اگر ختم قرآن کردن نمیتونه، اگر بالفرض قاری افته نمیتونه، از علم ترکیف تا ناس یک کس بخونه میشود. از برای خدا در بعض فتاوا اومده است که تمام نمود اوکال و تمام نمود سیستم درسته روزه نمیشکنه. چه شما میگیره بعد گلوکوز میزنه سیستم ساعت تا شما کیف صفا کده میگرده، یا پرامیدال میزنه و بعد لذت برده ای ساعت تا بگیره دیگر نگشنگی احساس کردی ولی تشنگی میگرده. اگر چند در فتوا نوشتگی مطلق با گفته است که تزریق امپول خواه در رگ باشه و خواه در زیر پوست باشه و خواه در گوشت باشه، در کجای باشه، کدام نمودش باشه درسته. در صورتی که آخی ما و شما را خدا عقل داده است میدونیم که بعضی داروهای هستن که تغذیه ان، اونا غذا ان، مثل گلوکوز. اما کسایی که هیچ خوردن نمیتونن گلوکوزشو میزنن قوت میگیرن، همون طعامی صبح میخورن. خودتون احمق نکنید. از برای خدا افسوس که عمر میرود بیهوده. یا بزرگزورش اومده است میگه افسوس که عمر میرود بیهوده، هم لقمه حرام و هم نفس آلوده. فرموده اینا کرده زیاد است ولیک فریاد ز کرده های نا فرموده. او فرموده هایی که از جانب خدا و پیغمبر است من انجامش ندادم بسیار است، اما من از همه بیشتر از او کرده های میترسم که نافرموده هست. قسم به خدا شرمنده میشه. شما معتقد کی هستی؟ او خلفای راشده که ما با او افتخار میکنیم، حضرت عمر رضی الله عنه
در تمام مسجدها امر کرد که ختم قرآن بگذرونن. حدش یک کس الان ترکیف بخونه کاوش میکن. از برای خدا برای موسفیدا یک ختم قرآن، برای میان امرات 2 ختم قرآن، برای جوانان 3 ختم قرآن در طول ماه شریف رمضان حضرت امر کرده بود. شدت رسیده است. ولی اگر بگن یک پومش در فلان جا به پول ارتو تقسیم میکنن 6 ساعت میره در همین گرمی میستی بلود نمیزنه. قرآنی که از دنیا و نوش نعمت دنیا بالای، قرآنی که فردا شافع و مشفع ایت بشوه، قرآنی که بزرگترین نعمت پروردگار در روی زمین است، صفت خداست، در 1 ساعت 1 نیم استادن برای شنیدن ختم قرآن جانت میبروید. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند مادرم بی بی عایشه یک جوان را نصیحت میکنه لا تدع قیام اللیل، ای جوان میگه قیام شب ترک نکن، فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان لا یدعه، زیرا که پیشوای تو، زیرا که حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم قیام شب ترک نمیکرد، پاهای مبارکش حتی ورم می آورد. و کان اذا مرض صلی قاعدا، حتی وقتهایی که حضرت بیمار بود نشسته نماز میخوند. قدرت ایستادن نداری، قشی ایستادن نداری، بشینن که ختم قرآن بگذار. از برای خدا حیران میشم والله، بعضی رفتار و کردارا رو ببینم حیران میشم. شرم نداشته باشیم و فقط در پیش خدا چی جواب میگفته باشیم. قوری را بزنی ای مسجد پیش کنی و یا کسا بگذارونی که علم ترکیف توناس بخون تیستر خلاص شیم. تیستر خلاص میشه کدام قور میره خوب کنی تو صبر کن، پگاه میبری میبرن در لحد میتپند تا قیام قیامت خواب میکنی. خواب راحتت بفوره قرآن گوش کن، انا با در لحد بستی خوابی عروسی خواب میکنی. لیکن ای قرآن که گرفتی تا روز قیام قیامت همون جملات کوبت میکنن خوب کنی نمیمونن، خوب ایسرت میمونن. سبحان الله سبحان الله. بعضی ها میگن که علم ترکیف آیه قرآن و سوره قرآن است. بله، لیکن عیب نیست که یک نهر کلانی آب را با 1 کوزه ما اکتفا کنیم. عید شرمندگی زیاد میشه. اگر $1,000,000 در زمین پرتفتگی ببینی خلطه نداشته باشی در درون لیفه ایزارت پرش میکنی و خولت بکشی میبریش. پولای اوی قرآن هر یک سورش یک باغی جداگونه، یک نعمتی جداگونه. این از اون میلیون تریلیون ها بالاتره. تو شرم نمیداری که با قصار مفصل اکتفا میکنی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اعطیت مکان تورات 7، در عوض کتاب تورات گفت خدای تعالی برای من 7 آیتی در راسترینه که بعد سوره فاتحه شروع میشوند عطا کرد. سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء، سوره مائده، سوره انعام، سوره اعراف و سوره انفال. 7 سوره با نام 7 یاد میشود. همه را در عوض تورات داده است. و اعطیت مکان الزبور المئین، در عوض کتاب زبور خدای تعالی بر من مئین یعنی که 11 سوره بعدی را داد. بعدی هفته با 11 سوره دراز دیگه میآید اونا را عطا کرده است. و اعطیت مکان الانجیل المثانی، در عوض انجیل در بدل انجیل خدای تعالی برای من میگه مثانی را عطا کرد، یعنی 20 سوره که با بعدی اون میره. چند تا شده؟ 28 سوره در راسترین قرآن در بدل یعنی 3 کتاب اومده است. بعد حضرت گفت و فضلت بالمفصل، مفصل برام تفضیل کرد، هدیه زیادتیم داد. مفصل سوره های قرآن میگن که از 3 قسم عبارت است، یعنی ایام سوره 29 هم سر میشه این طرف. طوال مفصل هست، اوسط مفصل هست، قصار مفصل. همین مفصل با 3 حصه تقسیم میشه. طوال مفصل سوره های دراسترین که بعضی ها از یاسین گرفتنش، بعضی ها از محمد گرفتنش، بعضی ها از حجرات گرفتنش، بعضی ها از نجم گرفتنش تا سوره بروج می آید. تا سوره بروج بعضی ها گفتن که تا سوره تکویر است. از سوره بروج به بعد اوساط مفصل، میانه مفصل شروع می شود تا سوره بینه، تا لم یکن.
بعد از لم یکن الذی او طرفش قصار مفصله ای بس قسم به خدا که نهری رحمت پروردگار ای پیش ما بگذره و ما با یک پیاله اکتفا کنیم. شرمندگی ای. یک اعرابی در یک صحرا زندگی میکرده است همراه زن و فرزنداش. در صحرا باران در یک سال یک بار یا دو بار میباره. همون وقتی که باران میشیده است یک جا یک نووردان کرده است یا نوشورا. آب باران با همون سرازیر میشیده است. در زیر همون نووردان یک چوکادو را بسته بوده. آب در همون چوکادو جمع میشیده است. از بس که در صحراها آب شیرین نیست، آب شور و تنج است، آب تلخ است. این آب باران که شیرین است در دهن این اعرابی و اهل بیتش مثل آب جنت میتفت است. همین قدر شیرین گوارو لذت میبردن از آب. یک روز زن اعرابی شکایت میکنه پیش شوهرش که آخی خدا جان تا بگیره به همه دو شتر و دو بز اکتفا میکنی میگردی. مردم صاحب چیزا هستن، صاحب رمل و گلوها هستن. آخی من شنیدم که در بغداد یک پادشاه خوب شده است، بیمار داره که بغداد برای پیش همون پادشاه عرض سلام و پیام بری، خواهش کنی یگان چیز بتا آخی طرف مسلمانی برادر اسلامیش هستی، بیایم زندگی مون اصلاح کنیم، لااقل همی خونه ها مون تعمیر کنیم. این مرد میگه ای زنی ابله دستی خوری چخیل پیش خلیفه برم، دستی خوری چخیل میره عیبه اوخی ای فلان جا اومدم تو دست در پتی بینی من شر میدارم. زنش نصیحتش کرد گفت همون آب بر اخی توکلی ما به خدا، ما همه اند آب شور میخریم همون آب بر. خلیفه در حیاتش که آب خوردگی نیست، خیلی آب شیرین و گوارا آب جنتی ای خدا برای ما دو دستش. این بیچاره همون چوکادو را دهنش محکم میکنه و راهی تو دور و درازی که بیابان طی کرده با عذاب و مشقت به شهر بغداد بیاید. وارد شهر میگردد، نزد دروازه شهر میآید، در میکوبه. دربانا که میان میگه به خلیفه رسونه که یک اعرابی اومده است براش هدیه آوردم، یک آب آوردم که در حیاتش خوردگی نیست. اومدن گفتن یک اعرابی ادعا داره که یک آب جنتی آوردم براش. خلیفه گفت کو بدرو لیلاش آوردنش. بعد گفت یا خلیفه همین از ما قبول که هدیه است، با سلام و پیغام اومدم. آوردن چوکادو را نزد خلیفه. وقتی که راست بنیش آورد آبی که یک ماه و دو ماه بیسته به سبب مکس البته که بو میگیره، همون بو و تعفن در مشامش رسید. این خلیفه بسیار زیرک بود، ایزاش نداد، ایزای مؤمن حرام. گفت به به عجب آبی گوارای آوردی، حالی بخرمش حیف بشود. خزینه دار فریاد کرد گفت بر این کوزه را خالی کن، درونش پری طلا کن، آب بگیره یگان ظرف بد پنهان کن، هر وقت که بیمار شده با بیاره با پخته در حلق مایمو بشکاره. ایرا گرفتن همو چوکادوش پری طلا کردن، سر پاش کرد، اسبش داد، هدیه های زیادش داد، خلعتی نو. بعد گفت که اکبت رخصت با کدام راه اومده بودی؟ گفت از راه همین بیابان. گفت دیگه با این راه پس نرو که اعرابی های غارتگر در اونجا زیاد هستند. ایوس خاکی نداشتی هیچ نگفتن. ایوس اگر این مال و ثروت ببینن میترسن که غارتت میکنن، حتی خوفی به جانت میرود. بعد گفت برای این برای دریا فرستیدش. گرفتن آوردنش لب دریای دجله. اعرابی که در حیاتش جبور دیدگی نیست، جبور حتی ندیده است. دید یک آبی که پهنش چند صد متر موج زده رفته است، شیر بر این سفید یک مشکل خورد. سبحان الله در حیاتش تری آب نخورده است. آخی شخصی که آب باران یک ماه دو ماه معنی شده در نظرش مثل آب جنت میتوبه، تصور کنه که آب شیرین دریا را بزنه چی حس میکنه. بعد گرفتم و کوزه را در سرش رپید که واه خاک بر سرم، خوب احمق شدم. این مرد خیلی آب داشتی نه، من از این قدر راه دور در یک چوکادو آبی بارانش آوردم به یورم. خوب شرمندگی. انا میترسم هم کسایی که ختم قرآن میگریزن از رحمت خدا خشم محروم میکنن، فردا روز قیامت مثل همه اعرابی شرمنده و خجل میشوند، دیگه فایده شون نمیکنه. سبحان الله. آخی در حیاتت یک بار سوره بقره را در نماز در همین ماه شریف رمضان که گوش نکنی ایسری دیل دیگه گوش میکنی. تو بقره را ندونی که در نماز بخونیش. آخی قاری بیچاره به یگان مزد مینداری اومده است، مسجد آبادان میکنه و منور میکنه، مرگ مسلمانی که از ختم قرآن میگریزه. قسم به خدا من دلم به همیا میسوزه. از خاطر همون دلسوزی دائم تاکید شو میکنم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه. ای مسلمانان گفت قرآن بخونه، زیرا این قرآن فردا روز قیامت برای صاحبانش، برای کسایی که محبت به ختم قرآن دارن شفیع میگردد.
طلب شفاعت میکند از خدا. بعدا حضرت دوام داد اقرأ الزهراوین البقره و سوره آل عمران فانهما تأتیان یوم القیامه كأنهما غمامتان او كأنهما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابهما. حضرت گفت زهراوین یعنی دو سوره در آسترین قرآن، سوره بقره و سوره آل عمران قرائت کنید. زهراوین همین دو سوره را میگن. همچنین زهراوین آفتاب و مهتاب میگن به سبب نور زیاد داشتن شد. ببینه این دو سوره پیامبر صلی الله علیه و سلم با آفتاب و مهتاب قیاس کرده است. اقرأ الزهراوین، زیرا که این دو سوره فردا روز قیامت از برای صاحباشو مثل ابر بری میشوند میآیند، هر کدامش یک ابر جداگونه. فردا روز قیامت در او گرمی تفسان آدم احتیاج به ذره سایه داره، یا سری بالای سری صاحباشو سایه اندازی میکنن. کسایی که با میل رغبت گوش میکنن تلاوت بقره و تلاوت آل عمران، بالای سرشون سایه میافکنن. یا اینا میگن مثل دو توده پرندگان میآیند و حجت گزاری میکنن از جانب اصحابشو که پروردگار گناه همین بنده اکتب بخش، خداوند رحمتش کن. من گواهی میتم که این مرد در شب ما را گوش میکرد، به میل گوش میکرد، به محبت گوش میکرد. سوره بقره میگه من گواهی میتم که در 3 شب رمضان این مرد در نماز تراویح تلاوت من را گوش میکرد. آل عمرانش میگه در 2 شب تلاوت من را گوش میکرد. بعد حضرت باز تاکید کرد اقرأ سوره البقره فإن أخذها برکة و ترکها حسرة. سوره بقره را مسلمانان بخونه که سوره بقره را خواندن و گرفتنش برکت است، هم در عمر هم در حیات، و باقی گذاشتنش ترک کردنش حسرت ندامت است، پشیمان میشه. من یاد دارم چند سال قبل از این وقتی که در مسجد بار اول ختم قرآن را تشکیل کردیم، بسیاری مردم ریخت. حالی هم باور کنی از ریش سفیدا به استثناء یک 12-15 نفر دیگرش فرار کرده است. اما الحمدلله و المنه خدای بزرگ این مسجد پر میکنه. از گوشه و کنار نمازگزارا میآیند، از گوشه و کنار جمهوری، حتی از دیگر ناحیه‌ها به مسجد ما میآیند که در ختم قرآن شرکت داشته باشند. و در صف اول یک چند ریش سفید میشیشتن جوان مردا. یکیش بابای شیخ خال محمد خدا رحمتش کنه. بابای شیخ در قید حیات نیست، از دنیا گذشت. همه آخران رمضان حیاتش به ختم قرآن گذرانده است. از ابتدای تلاوت تا انتهاش گریه میکرد. بابای شیخ سبزه قبرش چند بار شد که چند وجبی بالا شده است، با اثر خشک میگرده. شاید که الکی بدن پوسیده باشه، اما او قرآن مونیس قبر شد تا روز قیامت. از دنیا چی بود؟ فرزندش مونیسی گروه شدن، خانه و در مونیسی گروه شد. نه قسم به خدا، قرآن مونیسی قبرش است به خبر پیامبر صادق و مصدوق. زیرا اهل قرآن اهل خدا حساب میخورند. کسایی که با قرآن اهل هستند، قرآن دوست میدارن، خداوند اونا را اهل خود، عائله خود حساب میکنه. این است مرتبه و منزلت قرآن بزرگ. افسوس که تا حال بعضی ها عقل مو نمیگیره و از همین رحمت پروردگار خدا محروم میکنیم. من به شما توصیه میکنم که غیر از نماز تراویح، غیر از ختم قرآن، در ماه شریف رمضان نماز شب بخونه. برادرای عزیز، همین یک ماه خواب نکردی هیچ بلود نمیزنه. من میدونم که روزانه سری خوابتون میگیری، اما کسایی که حتی کار میکنن همین هیچ گپ نداره. در رمضان همین 3-5 ساعت خواب کردی بس بدک استوخی. شما اعضای المپی جمهوری که همین یک حتما باید در یک سوت 8 ساعت 10 ساعت خواب کنه، همین 4-5 ساعت کفایه میکنه. اما در رمضان شخص باید برای آخرتش توشه بگان داره، فکر آخرت چه داشته باشه، خواب کمتر کت عبادت بیشتر کند تا اینکه بر رحمت پروردگار واصل گردد. قیام شب بعد نماز فریضه بزرگترین عبادت در نزد خدا محسوب بشه. جوانان عزیز، من شما را توصیه میکنم که وقتی او سریخره خسته دیگه خواب نکنه، تو همون وقتی دمیدن صبح صادقه نماز بخونه. در سر دسترخوان 1 ساعت نشین، در 15 منوت کو سیر میشه و بخیر 45 منوت دیگه نماز بکن. از خدا رحمت طلب کن، مغفرت طلب کن، از خدا برکت طلب کن تا پروردگار همون رحمت، مغفرت، برکت برات عطا کنه.
حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم باره با معاذ ابن جبل رضی الله عنه مراجعت کرد، گفت یا معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر، یا معاذ گفت چرا با دروازه های خیر و رحمت و برکت دلاله کنم؟ حضرت گفت بله یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. گفت دروازه های رحمت سه تا، یکم روزه سپر برای صاحبش، از بلاها در دنیا نگهش می‌داره، از آفت از عذاب و عقوبت ها فردا روز قیامت صاحبش نگه می‌داره. دوم صدقه که بزرگترین این صدقات زکات است. اگر خدای تعالی امکان بده هفته آینده در موضوع زکات مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. زیرا صدقه، خیرات و حسنات خواه فریضه باشن، خواه واجب باشن، خواه نافله باشن، غضب خدا را از سر صاحبش دور میکنند. و سوم نماز به شب، نمازی مرد به شب. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم از قرآن تلاوت کردند 3 آیه را: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يفعلون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. حضرت خداوندی در قرآنش میگه این بنده ها که کواک میکنن پهلوهاشون، بستری نرم ترک میکنن و به خاطر عبادت خدا، از ترس از محبت خدا جاگاه های گرم ترک میکنن و در نماز میستن عبادت میکنن، اینا بنده های خاصه خدا هستن. هیچ نفرش حتی حس نمیکنه، حتی درک نمیکنه که برای اینا را خدای تعالی در جنت المأوا چی نعمتهای مهیا کرده است، چی نعمتهای برای همین شخصایی که شبخیز هستند، به شب عبادت میکنن، ختم قرآن میگذرونن، خداوند بزرگ چی نعمتهای براشون مهیا کرده است. به عوضی عملی که در دنیا داشتن، به عوضی همین شبخیزی شد، به عوضی عبادت شب شد. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، آیا کسایی که مؤمن حقیقی هستند شب میخیزن، ختم قرآن میکنن، اونا مثل فاسقا هستن؟ اینا در حکم برابر هستن؟ لا یستوون، هرگز یا برابر نمیشوند. خداوند تاکید کرده است افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. این پیلتای خم از گوشت بگیره دور برتوه. آیا کسایی که در مسجد ختم قرآن میگذرونن و او کسایی که از مسجد میگریزن ترک سنت پیغمبر میکنن در حضور پروردگار برابر هستن؟ هیچ وقت برابر نمیشوند، هیچ وقت برابر نمیشوند. به رأی درست و سعی کامل کس را نشود مراد حاصل. تا کوشش نکنی، تا رنج نبری گنج میسر نمیشود، تا عذاب محنت نکشی رحمت خدا به تو نمیرسه. شیخ ابو سعید ابوالخیر یکی از شیخ‌های بسیار بزرگ و بلند پرواز اسلامی است. یک روز در یک مجلس نشسته بود است، شخص‌های بزرگی در اون مجلس شرکت داشتند، از جمله شیخ رئیس ابو علی ابن سینا هم در اون مجلس بود است. بعد حضرت در موضوع عمل گفت، در موضوع روزه رمضان، در موضوع ختم قرآن، در موضوع نماز پنجگانه بسیار به تأکید گفت، بسیار به تأکید گفت. بعدا به شیخ رئیس مراجعت کرد، به سینا گفت یا شیخ رئیس قیام شب داری؟ شیخ رئیس به بعضی روایات شیعی بود، شیعی اسماعیلی، اونا نماز تراویح ندارن. گفت قیام شب نداری؟ پس خدا از رحمت خدا محروم کرده. این سینا بعضا شعر هم میگفت، یعنی که یک استعداد شعر گفتن هم داشت. در جواب شیخ ابو سعید ابوالخیر بداهتا گفت مایم به عفو او تولا کرده، از طاعت معصیت تبرع کرده. آنجا که عنایتی تو باشد باشد، ناکرده چه کرده، کرده چه ناکرده. ولی اگر پی احمقانه دارن که کسی اهل بیت دوست می‌داره و کسی علی را همراه فرزنداش نبیروش دوست می‌داره، خداوند آتش جهنم را براش حرام می‌گردونه، اگر چند فاسق و فاجر هم باشه.
همون گپ شیخ رئیس میگه ما با عفو پروردگار رو آورده ایم. اگر عنایت خدا که شود کردگی مثل نو کردگی میشود، نو کرده مثل کرده. شیخ ابو سعید هم بسیار شاعر ممتاز است، بسیار بزرگ است. بعضا با ضرورت میگفته اما بسیار نظم‌های عالی داره. حضرت در جوابش گفت ای نیک نکرده و بدیها کرده، آنگه به خلاصی خود تمنا کرده. بر عوف مکن تکیه که هرگز نبود، نو کرده چه کرده، کرده چه نو کرده. ای کسایی که ای ختم قرآن میگریزه که رحمت خدا وسیع است برای ما را همون علم ترکیف بس است، هرگز فراموش نکنه که هرگز در درگاه خدا شما با اون کسایی که ختم قرآن میذارن برابر نمیشید. هیچ وقت فراموش نکنه. زیرا حبیب ما محمد صلی الله علیه و سلم حتی در وقت بیماریش نماز شب ترک نمیکرد، تلاوت قرآن ترک نمیکرد. بیمار میشد اگر نشسته میخوند ترک میکرد. پس من شما را توصیه میکنم برادرای عزیز، نماز شب ترک نکنید. به غیر ختم قرآن به شب نماز بخونید. این رمضان مبارک یک هدیه الهی است. این گذرنده است، میره و ایاما معدودات همراه ما دراز نمیسته. یک روز میبینیم که رمضان گذشته است، رفت است، دیگه حیدریق میگیم، سری زانو میزنیم، پشت دست به دندان میگزیم، اما دیگر سود منفعت نمیکنه. کی میدونه تو رمضان دیگر کی زنده و کی مرده؟ پس باید نه اینکه ختم قرآن بلکه قیام شب نماز تهجد در رمضان ترک نکنیم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود علیکم بقیام اللیل فانها دأب الصالحین قبلکم. نماز شب ترک نکنید گفت مسلمانان، زیرا که نماز شب به شب عبادت کردن عادت مردای صالح پیش از شما بود. و هو قربة الی ربکم و تکفیر للسیئات و منهات للإثم. قیام شب، نماز شب، قرآن خواندن به شب، اولا قربت به سوی پروردگار، به سوی خدا قریب میشوید. ثانیا کفارت گناههای شما است. ثالثا سوم نعمتش آن است که شما را از گناه ها باز می‌داره، از گناه ها منعتون میکنه. تا ساعت 11 و 12 را که نماز خوندی دیگه خوشت میکنه، در فکر تلویزیون میغلطی، میره سرک هم میمونی، خوب میکنی که ساعت در اسر اخرت در خوب نمونم. نه که در ساعت 9:30 افتماد واری خوندی الله تعالی کیف تونس خوند رفتی و میگوی که تلویزیون تماشا کنم، بعد چشمات مثل چشم بوم واری سرخ میشه با تا ساعت 11 و 12 تا تلویزیون نمیشینی. از این خاطر از نماز شب خودتون محروم نکنید بچه‌ها. بزرگان با توسط نماز شب، توسط تلاوت ختم قرآن در نماز قربت خدا را میجستند. مادام که نماز شب قربت خدا است، از این بزرگتر، از این عظیمتر برای ما و شما دیگر چی لازم است؟ دانی که چی ها میخواهم. شیخای بزرگ ببینید چی از ما دارن. شیخ نجم‌الدین کبروی میگه دانی که چی ها میخواهم، وصل تو منی به سر و پا میخواهم. ای خدای بزرگ میگه میدانی که من چی میخواهم؟ وصل تو را میخواهم، دیدار تو را میخواهم. دانی که چی ها میخواهم، وصل تو منی به سر و پا میخواهم. فریاد و فغان و ناله ام دانی چیست؟ یعنی که تو را میخواهم. میدونی برای چی بشم گریه میکنم؟ میدونید برای چی در ختم قرآن ناله میکنم؟ میدونی برای چی حسرت دارم؟ برای تو را میخواهم، فقط تو را میخواهم، دیداری به مثال تو را آرزو دارم. و شیخ نجم‌الدین کبروی مسلمان نیست؟ الحمدلله حنفی مذهب نیست؟ الحمدلله پیروی دین بزرگ نیست مثل ما و شما؟ ما باید به همین بزرگا تقلید داشته باشیم، موافق گفته او عمل کنیم. در همین صورت ان شاء الله رحمت خدای تعالی برای ما واصل میگرده. مادر ما بیبی عایشه رضی الله عنها روایت میکند کان نبی صلی الله علیه و سلم اذا صلى قام حتی ورمت رجلاه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به شب وقت نماز میخوند همه قدر قیام دور دراز میکرد. حضرت هم سوره های درازترین قرآن در نماز میخوند که پاهای مبارک ورم میکردند. بار دیگه گفتم یا رسول الله اتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. ای حبیبی خدا میگه گفتم آخی خدای تعالی با وجود معصوم بدن برای تو یک بشارت بسیار بزرگ داده است
که هر گناهی حتی بکنی اگر میبخشم، چرا اینقدر جان تعذب میدی؟ در جواب گفت یا عایشه افلا اکون عبدا شکورا. ای عایشه گفت من بنده شکرگزار خدا نباشم، شکرانه نعمت خدا نکنم؟ چرا همین کار کرد پیغمبر؟ برای آنکه برای ما دستورالعمل باشه، از حضرت عبرت بگیرید. ای بنا بدونی مستفید 50 مستفیده سبحان الله، مردی 50-60 ساله از ختم قرآن میگریزی، هنوز دیر نشده است. من همون برادرایی را که در محله نواباد زندگی میکنن دعوت میکنم که برادرو از رحمت خدا محروم نشید، از رحمت قرآن ختم قرآن محروم شده، از مغفرت خدا خودتون محروم نکنید. این عقی بگاه دهای مغفرت سر میشود. اگر شما ذره عقل فراست داشته باشه، اگر قسم به خدا شما ذره محبت به اسلام و به خدا و به پیغمبر داشته باشه، همیشه هم قاری را میگیره میاره تا اینکه ختم قرآن را بگذرونه، خودتون از رحمت محروم نکنه. فردا میدونه که همون مسجد خصم تو میشود، قرآن خصم تو میشود. در اون صورت وای به حال تو که کسی به داد تو نمیرسه. ولی بعضیا میگن که سخت میگن دوملوها چی دردی دارن که بسیار سخت میگن اسلام دینی آسان است. سخت برای آن میگیم که به شما فایده و منفعت کنه. چرا خدا سخت میگیره؟ چرا گفت یک ماه روزه بگیره تا اینکه ما و شما را امتحان کنه، تا اینکه گند بدی ها را از ما دور کنه؟ همه چیز به منفعت فایده ما هست. روزه روز قیام شب به فایده و منفعت ما است. از این خاطر خدا و پیغمبر برای ما تاکید کردند. بیمار را ببینه، بیمار سوزن دارو فایده میکنه اگر چنده تنش میسوزونه، بیمار داروی تلخ فایده میکنه اگر چنده دهانش تلخ میکنه. نمیشه که بیمار قند شکلات بتی، داروی تلخش میته دکتر. از همین خاطر بعض از تلخ میگیم به خاطر آن میگیم که یک فایده و منفعت برسونه، بعض از سخت میگیم به خاطر آن میگیم که شاید کسی اصلاح شود، شاید که در کسی تاثیر کنه. آخه این سخن نرم لطیف و قدر تاثیر نمیکنه در این مردم دل سختی.